جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون با بحران‌های گوناگون روبرو شده و برای حل آنها به گفتمان‌ها و مفاهیم جدیدی توسل جسته تا بقای خود را تضمین کند. این گفتمان‌ها اما در بستر زمان کارکرد خود را از دست داده و در مواجهه با چالش‌های نو به کار نمی‌آیند. برخی معتقدند که جمهوری اسلامی تمامی مفاهیم و گفتمان‌های بالفعل و بالقوه موجود در چارچوب خود را به کار گرفته و از منظر تولید گفتمان و مفاهیم به پایان راه خود رسیده است. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون با ساختن مفاهیم و گفتمان‌های گوناگون یا تفسیر و بهره‌گیری از مفاهیم و گفتمان‌های موجود کوشیده است تا خود را در عرصه نظری با تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هماهنگ کرده و بقای خود را تضمین کند. گفتمان حکومت مستضعفان و مفاهیمی چون استقلال، عدل علی، مبارزه با استکبار جهانی در سالهای نخستین پس از انقلاب، گفتمان‌های سازندگی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، اصلاحات و مردم سالاری دینی در دوران اصلاحات دوم خردادی، عدالت پوپولیستی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و مفاهیمی چون تدبیر و امید و تنش‌زدایی در دوران ریاست جمهوری روحانی در این بستر در 40 سال گذشته مطرح شده و حمایت لایه‌هایی از جامعه را جذب کردند، اما به تدریج توانایی جذب و کارایی‌های خود را از دست دادند. تمامی این گفتمان‌ها و مفاهیم از نگاه امروزی شکست خورده، بی‌اعتبار شده و به هدف‌های اعلام شده خود نرسیدند. نه سازندگی دوران رفسنجانی به توسعه اقتصادی پایدار انجامید، نه مردم سالاری دینی خاتمی به دموکراسی و نه پوپولیسم احمدی نژادی به کاهش فقر و بی‌عدالتی. در برخی عرصه‌ها چون عدالت اجتماعی و آزادی و توسعه اقتصادی، نتیجه و حاصل کار اغلب برخلاف هدف‌های اعلام شده بود. اما این گفتمان‌ها و مفاهیم در برهه‌های خاصی پاسخ‌هایی بودند به نیازهای بخش‌هایی از جامعه و برای مدتی کوتاه بخش‌هایی از جامعه را به این باور رساندند که در چارچوب نظام موجود نیز می‌توانند به برخی خواست‌های خود برسند. این لایه‌ها پس از هر تجربه ناامید شدند، اما این گفتمان‌ها و مفاهیم در طولانی‌تر کردن عمر جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردند. جمهوری اسلامی با توسل به این گونه مفاهیم و گفتمان‌ها و امیدوار کردن لایه‌هایی از جامعه به نظام حاکم عمر خود را طولانی‌تر کرد، اما مردم در عمل و تجربه دیدند که تحقق توسعه پایدار اقتصادی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و غیره در چارچوب استبداد مذهبی و نظام حاکم امکان پذیر نیست. جامعه ایرانی امکان ناپذیری تحقق خواستهای خود را نه از زبان این یا آن تحلیلگر و متفکر، نه با خواندن این کتاب یا آن مقاله، بلکه در تجربه زیسته خود دید و در خاطره جمعی خود ثبت کرد. چرا گفتمان‌هایی از قبیل اصلاحات، مردم سالاری دینی، تدبیر و امید و غیره که رژیم با ساختن آنها در راستای بقای خود گام برداشته به تدریج بی‌اعتبار شدند؟ دولت‌های مرکزی در ایران یک سری واژگانی که متعلق به غرب، متعلق به دموکراسی‌های غربیه، اینو وارد ایران میکنن و ترجمهش میکنن با زبان فارسی و سعی میکنن که اینطور وانمود کنن که این واژه ها اون مفهوم و اون معانی رو داره. یکیش این مردم سالاری دینی بود که وارد ایران کردن که به همون معنای دموکراسی بود، ولی در عمل چون که دینی بود مردم جذب این نشدن، به خاطر اینکه اولین اصل دموکراسی جدایی دین از دولته و یک حکومت قرون وسطایی که بر مبنای مذهب بنا شده نمیتونه هیچ گونه مردم سالاری و دموکراسی در ایران داشته باشه. و بعد از اون هم شروع کردن هر سال یک واژگان دیگری رو بیرون دادن، دولت امید، نمیدونم دولت تدبیر، و
ولی چون که صادق نبودن در این واژه هایی که اینا بیرون میدادن، در عمل اون خلوص نیت رو نداشتن و با مردم رو راست نبودند، اینها هیچ کدوم جاذبه در جامعه ایرانی پیدا نکرد و مردم سرخورده شدن و فهمیدن که اینها فقط برای فریب افکار عمومیه. افکار عمومی هم متاسفانه در ایران خیلی سریع میتونه مورد تحریف قرار بگیره و چون که اون جهل سیاسی که در جامعه گسترده شده یک عامل بازدارنده ای از این که مردم آگاهی پیدا بکنن و به همین خاطر تمام اون واژگانی که دولت بیرون میده مردم دیگه هیچ گونه ارزش و اعتباری برای اینها قائل نیستند و راه خودشون رو از راه حکومت جدا کردن. ببینید این گفتمان ها چیزهایی نیستند، افکاری نیستند که از بطن جامعه اومده باشند، پشت اونها یک فکری باشه که برای مثال برای بهتر شدن وضعیت مردم، برای عبور از یک در واقع مرحله به مرحله دیگه به مرحله بهتر باشه. اینها چیزهایی هستند که از بالا دیکته شدند، از طرف حاکمیت اومدن و با اهداف خاصی. یک زمانی برای ساکت کردن مردم، برای مثال دوره جنگ، بعد از جنگ به شیوه دیگه در دوره اصلاحات برای ارتباط با غرب و در دوره‌های مختلف این گفتمان‌ها اهدافی پشت اونها بوده که نه در راستای منافع مردم بلکه در راستای منافع حاکمیت و رژیم بوده باشه. به همین دلیل وقتی چنین افکاری یا گفتمان‌هایی ظهور پیدا می‌کنند، یک تاریخ مشخص دارند برای مصرف و وقتی که اون تاریخ سپری بشه در واقع بی مصرف میشن، همونطوری که در دوره‌های مختلف در دوره رژیم ما اینها رو شاهد بودیم. نه فقط گفتارهای از قبیل اصلاحات، تدبیر و امید و گفتگوی تمدن‌ها و خیلی از اصلاحات دیگر از جمله مستکبرین و مستضعفین، نه شرقی و نه غربی، همه اینها معنی مفهوم خودشون رو از دست دادن، چون دلیل این که مردم امروز به وضوح میبینن که بازی با کلمات هیچ گونه مسئله مشکلی از مسائل آنها را حل نمی کند، چون این نظام بر اساس اون ایدئولوژی و تفکری که یه نوع تفکر ویرانگر هست کار خودش رو انجام میدهد. امروز تنها چیزی که باقی مانده برای سرکوب گلوله تفنگ هست. این گونه اصطلاحاتی که رژیم در طی سالهای عمر خود به کار بسته معنی مفاهیم خود را از دست دادن، بلکه برخی خیلی از کلمات لوث شدند و مردم امروز توجهی به گفتار درمانی که از طرف نظام و مقاماتی که در مقامات جمهوری اسلامی می شود توجه نمی کنند. آنچه که برایشان مهم هست عمل هست. با توجه به سیستمی که این نظام دارد امکان عملگرایی وجود ندارد. آنچه که باقی میماند گفتار درمانی هست که مردم هیچ گونه توجهی به آن نمی کنند. از این به بعد تنها راهی که باقی مانده هست عبور از این نظام هست که بتوانند خودشون رو از این نظام، از این سیستم فاشیستی نجات بدهند تا بتوانند که یک نظام و سیستمی که بر اساس خواسته های مردم ایران هست، یک سیستم نظام غیر متمرکز فدرال با حقوق برابر برای مردم ایران به وجود بیاید. این تنها راهی هست که میتواند ثبات را در جامعه ایران به وجود بیاورد. گفتارهایی که در جامعه شروع شدن از زمان انقلاب تا به حال هیچ کدوم از اینها نتوانستند آنچه که بایست و شاید باشد نتیجه‌ای برای مردم داشته باشد. آنچه بوده فریب و تزویر بوده، چیزی غیر از آن نبوده است.
در اساس دولت‌های مدرن بر پایه ناسیونالیسم شکل گرفتند، اما ستون اصلی قدرت‌های پیش مدرن دین بود. با این نگرش ایران در سال 1357 به دوران فئودالیسم با محوریت دین برگشته. اما در سیستم هیرارشی دینی و فئودالی جایی برای اپوزیسیون و اصلاحات وجود نداره. قانون و دستور از قبل طراحی شده و هر نوع تفسیر و تغییر در آن فقط در اختیار رهبره. پس حرکاتی از این دست مانند اصلاح طلب و روشنفکری دینی چون به منظور مهار جنبش‌های اعتراضی شکل گرفتن نمیتونن عمر طولانی داشته باشن و نه پرقدرت باشند. رژیم جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تمامی مفاهیم بالقوه موجود در گفتمان اسلامی را با همه تفسیرها و قرائت‌های بنیادگرا و اصلاح طلبان مصرف بی‌اعتبار کرده است. اما می‌تواند گفتمان ناسیونالیستی ایرانی فارسی که گفتمانی ریشه‌دار در روانشناسی جمعی، تاریخ و فرهنگ جامعه فارس زبان ایرانی میباشد را مصادره کرده، بدان متوسل شده و این گفتمان را با تحریف و تفسیری متناسب با خود به خدمت گیرد. تأکید بر بزرگی و عظمت ایران در تاریخ گذشته و در مقایسه با کشورهای منطقه در اکنون، تأکید بر حق ایران برای بدل شدن به قوی‌ترین قدرت نظامی منطقه، اقتدار ملی در پرتو دولت قوی مرکزگرا، ترویج ترس از تجزیه کشور و تأکید بر وحدت و یکپارچگی ملی برای حفظ تمامیت ارضی و در نتیجه مخالفت با دموکراسی که گاه در این گفتمان به هرج و مرج و ضعف حاکمیت ملی تعبیر می شود، مخالفت و سرکوب خواست ملت‌های تحت ستم و اقلیت‌های دینی و خطرناک جلوه دادن این خواست‌ها، محو تمایزات صنفی و طبقاتی و سیاسی در وحدت ملی با تفسیر حکومت، افتخار به دخالت نظامی ایران در منطقه با پوشش گسترش اقتدار ملی، اولویت ایرانی بودن بر مسلمان بودن، تعریف مذهب شیعه به عنوان وجه تمایز ایرانیان از دیگر مسلمانان به ویژه همسایگان عرب و غیره از شاخصه‌های گفتمان ناسیونالیستی است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز از گفتمان ناسیونالیستی بهره گرفته است. پس از انقلاب سال 57 امت اسلامی برای جمهوری اسلامی از ملت مهمتر بود و سران جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت خود را با خواست ملت‌های تحت ستم اعلام می‌کردند. در نخستین ماه‌های انقلاب برخی روحانیون مهم از کم کردن تعطیلات نوروزی، جایگزین کردن عیدهای اسلامی به جای عید نوروز و حتی از تغییر تقویم شمسی به قمری سخن گفتند، اما با واکنش منفی بسیاری مواجه شدند. در جنگ ایران و عراق مفاهیمی چون امت اسلامی برای جنگ با کشوری که مردم آن نیز مسلمان بودند چندان به کار نمی آمد و جمهوری اسلامی به سرعت این خطا را اصلاح کرد. در همان نخستین روز حمله عراق به ایران، سرود ای ایران که مغضوب حکومت اسلامی بود از رادیو و تلویزیون پخش شد و دفاع از میهن در برابر تجاوز بیگانه در تبلیغات جای مهمی یافت. ترکیب دفاع از کیان میهن اسلامی در دوران جنگ از مؤلفه‌های مهم تبلیغات برای جذب نیرو به جبهه‌ها بود. رفسنجانی در دوران سازندگی از قدرت اقتصادی ایران در منطقه سخن می‌گفت. ایران برای همه ایرانیان از شعارهای مهم اصلاح طلبان دوم خردادی بود. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز بر برخی نمادهای گفتمان ناسیونالیستی تأکید شد. به عنوان مثال برگزاری بزرگداشت کوروش، تأکید بر شعار ایران برای ایرانی‌ها و اشاره به اولویت قدرت نظامی در منطقه بر مسائلی چون حجاب اجباری و غیره. برخی سران سپاه مانند قاسم سلیمانی نیز گهگاه بر مواردی از این دست تأکید می‌کردند. در ساختن شخصیت سلیمانی در تبلیغات حکومتی تأکید می‌شود که او در سوریه و عراق از منافع ایران دفاع می‌کرد. این تصویر برای لایه‌هایی از جامعه نیز جذاب است که به جمهوری اسلامی علاقه نداشته و به گفتمان ناسیونالیستی گرایش دارند. حتی برخی از روشنفکران و شخصیت‌های منتقد نظام نیز اینجا و آنجا اعلام می‌کنند که
ایران به سردار عارفی مانند سلیمانی نیاز دارد. رژیم چگونه از ناسیونالیسم ایرانی فارسی در خدمت نظام اسلامی بهره برده است؟ جمهوری اسلامی از همون روزهای اول با پارادوکس شروع کرد و ادامه داد. در فرانسه خمینی در پاسخ به سوالای خبرنگاران که وضع حقوق زنان و ادیان دیگر و همچنین آزادی‌های سیاسی در حکومت اسلامی شما در آینده چگونه خواهد بود، به دروغ باب میل اونا از دموکراسی و آزادی سخن میگفت. اما در ایران فرمان شکستن قلم‌ها و ترور و کشتار را صادر میکرد. رژیم اسلامی وارث دولتی ناسیونالیستی و نیمه مدرن بود که برای رژیم مذهبی و ضد مدرن نه مقدور و نه بصرفه بود که با جهان دولت ملت‌های مدرن معاصر قطع رابطه کنه و به حیات خود ادامه بده. پس با وجود شعارهای تند علیه ناسیونالیسم و جهان مدرن تا چانه در این مناسبات غرق شده و با سر و زبان ریاکارانه از این دین و اخلاق و کفر و استکبار سخن می گفتند. به عنوان دولت ملی ایرانی در بازار اقتصاد و سیاست جهانی حضور دارند، نه به نام دولت اسلامی شیعی. در داخل هم با رسمیت بخشیدن به زبان فارسی و منع کردن دیگر زبان‌ها، سرکوب و آسمیله کردن ملت‌های غیر فارس برای به وجود آوردن ملت یک زبانه فارس، عمق ناسیونالیسم شوونیسم را به نمایش گذاشتند که به مذاق طیف‌های گوناگون ناسیونالیست‌های غیر مذهبی هم چسبیده. ناسیونالیسم فارسی ایرانی که رژیم از آن بهره میبرد اولا دو چیز هست. یکی ناسیونالیسم فارس هست که زیر پوسته ایرانی پنهان شده، دیگری شیعه هست، مذهب شیعه هست. در واقع اینا دو تا پایه اساسی و اصلی ناسیونالیسم فارس هستند که نظام‌های که در ایران حاکم بودن از آن استفاده کردند. ما شاهد این بودیم که در زمان رضا پهلوی بیشتر بر باستان پرستی تأکید میکرد، اما شاه خود را ظل الله مینامید، یعنی شاه سایه خدا هست. و امروز میبینی ولایت فقیه نماینده الله سرزمین هست. بنابراین در واقع این دو پایه و اساس اصلی ناسیونالیسم فارس که شیعه و ناسیونالیسم ایرانی یا فارسی هست، وجود فلسفی این ناسیونالیسم را تعریف می کند. نظام هایی که حاکم هستند در ایران از وجود این دو مسئله بهره بردن و بهره میبرن و تمام تلاششون این است که این نظام ها، این سیستم را، این وضعیت را بر اساس این دو مسئله نگه دارن. ما حتی شاهد هستیم خیلی از کسانی که فارس هستن و کمونیست هستن اما شیعه هم هستن، یعنی خود را شیعه میدونن. در واقع شیعه اون فلسفه وجودیش بر اساس اون دیدگاه و تفکری هست که بستگی به اون ناسیونالیسم فارس دارد، یعنی گذشته از مذهب، بلکه یک دیدگاه و عقیده سیاسی هست که مسئله ناسیونالیسم را از مسئله ناسیونالیسم فارس استفاده می شود که حاکمان معمولا از این تفکر و از این دیدگاهی که در جامعه حاکم هست، خیلی از مردم با آن باور دارن، سوء استفاده می کنن در جهت اهدافی که دارن. مسئله ناسیونالیسم یک مسئله در واقع ناسیونالیسم فارسی یا ایرانی در اینجا مد نظر هست، برمیگرده به دوره‌های بسیار گذشته تر از دوره 40 و اندی ساله رژیم، به شاید در دوره به ویژه زمانی که تئوریزه شد و در حاکمیت قرار گرفت به دوره مشروطه و به ویژه در دوره
پهلوی اول یا رضا شاه برمیگرده. رژیم در ابتدا سعی میکرد، ابتدا منظورم شاید 1 سال و اندی از شاید چند ماهایی از بعد از انقلاب، سعی میکرد که مسئله فاکتور اسلامی رو بیشتر مطرح بکنه و مسئله ایدئولوژیک رو مطرح بکنه تا مسئله ناسیونالیسم رو. ولی مسائلی اتفاق افتاد که رژیم کم کم رو آورد به مسائل ناسیونالیستی. مهمترین مسئله جنگ بود و به همین دلیل رژیم سعی میکرد با استفاده از فاکتور احساسات ناسیونالیستی فارسی یا ایرانی بتونه در مقابل ارتش عراق در واقع قرار بگیره و بتونه نیروهای بیشتری رو به جنگ اعزام بکنه. رژیم البته در دوره‌های بعد از اون هم از این فاکتور استفاده کرد. در آخرین موردش ما مسئله قاسم سلیمانی رو شاهد بودیم که رژیم چگونه از این مسئله سوء استفاده کرد و حتی بودند کسانی در خارج از کشور در اپوزیسیون که مسئله کشته شدن این تروریست رو محکوم کردن و در کنار رژیم قرار گرفتن. قبل از اون هم البته ما احمدی نژاد و دولت تدبیر و امید رو داشتیم که اونها برای مثال منشور کوروش رو از موزه انگلستان به ایران آوردن و اقداماتی از این قبیل انجام دادن و به ویژه خواستند که یک مکتبی رو تعریف بکنند به عنوان مکتب ایرانی اسلامی. به ویژه در دوره احمدی نژاد این مسئله شدت گرفت. مسلما رژیم از تمام این زوایا، از تمام این مسائل استفاده میکنه تا بتونه که یک چیز رو به دست بیاره و اون تثبیت قدرت خودش و در واقع ادامه دار بودن این قدرت و این رژیم بوده. حکومت مذهبی در ایران در اوایل کارش بر مبنای تمام فرهنگ اسلامی و اون تعریفاتی که از اسلام داشتن حرکت کردند و یک چند صباحی رو بر مبنای تبلیغات اسلامی پیش بردن. اما همینطور که پیش رفتن مردم کم کم آگاه شدن و سرخورده شدن از این تبلیغات اسلامی که خیلی زیاد از همه جا اینا رو بمبارون کرده بودن و سرخوردگی خودشون رو نشون دادن و حکومت هم خیلی زود متوجه شد که دیگه ارزشی برای این تعریفات اسلامی مردم قائل نیستن. این بود که رو آورد به اون ناسیونالیسم فارسی و آمدن فرهنگ ایرانی رو جایگزین فرهنگ اسلامی کردن، ولی تحت سیطره همون حکومت مذهبی و این یک چیز معجون ناشناخته‌ای به وجود آوردن. از یک طرف شروع کردن به تبلیغات باستانگرایی و مردم رو از چاه جمکران کشیدن به پاسارگاد و اون بر مبنای اسطوره‌های باستان و داستان‌های باستان و یک مقدار آریاگری و تبلیغات ناسیونالیستی فارس شیعه این مباحث رو پیش کشیدن تا یه مقدار مردم رو بیشتر جذب خود بکنن و چند صباحی به حکومت خودشون ادامه بدن و یک تغییراتی داده شد. اون صندوق‌های قرض الحسنه امام جعفر و امام صادق و اینا تبدیل شد به بانک پارس و بانک آریا و نمیدونم بانک پاسارگاد و این چیزها، ولی این ترفند هم دیگه اثر خودش از دست داد و مردم هم این ترفند رو فهمیدن و این قضیه هم لوث شد و الان دیگه حکومت به آخر خط خودش رسیده، چون که همه اینها رو امتحان کرده و نتیجه نگرفته و مردم هم متوجه شدن که همه این ترفندها به خاطر فریب
فریب اونها بوده و دولت با اونها صادقانه نتونسته که در عمل کاری انجام بده و به همین خاطر رویگردان شدن از این قضیه. جمهوری اسلامی اکنون با بی‌اعتبار شدن مفاهیم و گفتمان‌های پیشین خود با بحران جانشینی رهبر، بحران‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، رویگردانی بخش‌های مهمی از مردم از همه جناح‌های حکومتی، افزایش نارضایتی‌های مردمی و جنبش‌های گوناگون مدنی و صنفی و غیره روبرو است. سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی با قدرت تثبیت شده سیاسی و نظامی و اقتصادی به ارکان اصلی حفظ نظام بدل شده‌اند و سیاست خارجی ایرانی بر دخالت نظامی در منطقه استوار است. نیروهای نظامی در کشوری چون ایران نیازمند آن هستند که خود را ملی جلوه دهند و نه فقط اسلامی، چرا که ملی و ملی گرایی در بخش‌های مهمی از مردم فارس زبان محبوب است. به سود جمهوری اسلامی، سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی است که خود را مدافع میهن و منافع ملی جلوه داده و قدرت و جایگاه بالادستی و سیاست‌های خود را با این مفاهیم توجیه کنند. بهره‌گیری از گفتمان ناسیونالیستی برای نظام اسلامی بی دردسر و آسان نخواهد بود، چرا که گفتمان ناسیونالیستی با برخی عناصر اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است. اما جمهوری اسلامی نشان داده است که می‌تواند با مصادره و تحریف و تغییر برخی مفاهیم گفتمان‌های متضاد خود را هضم کند. برای مثال، جمهوری اسلامی در رقابت با گفتمان چپ با استفاده از مفاهیمی مانند مبارزه با استکبار جهانی به جای مبارزه با امپریالیسم و حقوق مستضعفان و عدل علی به جای طبقه کارگر و عدالت اجتماعی بخشی از گفتمان چپ را به سود خود مصادره کرد. مصادره و تحریف دموکراسی در قالب مردم سالاری دینی در دوران اصلاحات دوم خردادی نیز نمونه‌ای دیگر از این دست است. بخش بزرگی از مخاطبان و علاقه‌مندان به گفتمان ناسیونالیسم ایرانی خواهان رابطه دوستانه با غرب و آمریکا و اسرائیل هستند و این گرایش مشکل مهمی را در راه بهره‌گیری جمهوری اسلامی از گفتمان ناسیونالیستی شکل می‌دهد، چرا که ضدیت با آمریکا و اسرائیل از ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی است. اگر نظام حاکم بتواند تحریم‌های غرب را کمتر کرده و با تغییراتی در برخی سیاست‌های نظامی و امنیتی سیاست خارجی خود ایران را در نگاه غرب و جامعه جهانی به کشوری عادی بدل کند، بخشی از خواست لایه‌هایی از ناسیونالیست‌های ایرانی را تأمین کرده است. در این راه دوستی با آمریکا لازم نیست و جمهوری اسلامی می‌تواند از نمونه چین تقلید کند، یعنی رابطه اقتصادی خود را با دنیا و آمریکا گسترش داده و در عین حال فاصله سیاسی و فکری و فرهنگی خود را با آنها حفظ کند. برخی لایه‌های جامعه ایرانی که بر اساس احساسات ناسیونالیستی خود از قدرت منطقه‌ای و نظامی و عمق استراتژیک شادمان می‌شوند، از ماجراجویی‌های نظامی حکومت در منطقه استقبال خواهند کرد. وجه ایدئولوژی اسلامی در این سناریو کمرنگ می‌شود، اما مذهب شیعه در حکومت، زندگی و قوانین همچنان عنصری مهم خواهد بود. پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند چنین تحولی را پشت سر گذاشته و به بقای خود ادامه دهد آسان نیست. شاید برخی از عناصری که در پروسه این دگردیسی کنار گذاشته می‌شوند، مانند سختگیری در حجاب اسلامی یا دشمنی با اسرائیل، چنان برای نظام مهم و اساسی باشند که کنار گذاشته شدن آنها کل نظام را به خطر انداخته و آنها را متزلزل کند. چرخش جمهوری اسلامی به سمت گفتمان ناسیونالیستی ایرانی فارسی میتواند برای آن بخشی از اپوزیسیون و فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که به گفتمان ناسیونالیسم گرایش دارند خطرناک باشد. برخی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بر این نظرند که حکومتی دموکراتیک برای کشورهایی چون ایران مناسب نیست و به همین دلیل ایده دیکتاتوری سکولاری چون پهلوی دوم را در سر دارند. مخالفت آنها با جمهوری اسلامی نه به دلیل استبدادی بودن آن، بلکه به دلیل اسلامی بودن آن و تقابل آن با غرب و آمریکاست. جمهوری اسلامی میتواند با استفاده از گفتمان ناسیونالیستی ایرانی فارسی حداقل بخشی از این مخالفان را خلع سلاح کرده یا به خود جلب کند، همانگونه که در گذشته بخشی از مدعیان چپ را
با توسل به گفتمان مبارزه با استکبار جهانی و برقراری عدل علی، جذب، تضعیف و خلع اصلاح کرد. مشکلات جذب گفتمان ناسیونالیستی در جمهوری اسلامی کدامند؟ آیا رژیم می‌تواند از این مسئله برای خلع اصلاح برخی مخالفان خود بهره گیرد؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران مشکلی در جذب ناسیونالیسم فارسی ندارد، چون ما شاهد همراهی، همگامی، یک جهتی مخالفین جمهوری اسلامی در رابطه با خیلی از مسائل هستیم. به عنوان مثال، زمانی که یک پاسدار در بلوچستان یا کردستان کشته می شود، شاهزاده رضا پهلوی بلافاصله آن را محکوم می کند. اما زمانی که بلوچ کردی کشته می شود، هیچ گونه محکومیتی انجام نمی دهد، چون اینها سپاه را بخشی از نیروی خودشون می دانند. این برمیگرده به اون حس ناسیونالیستی که در وجودشون هست، چون سپاهیان بلوچ یا کرد نیستن، بلکه عمدتاً فارس هستند که در واقع اپوزیسیون ایرانی که مخالف این سیستم نظام هست در این جهت همکاری میکنن. ما مشکل اساسی با ناسیونالیسم فارس داریم، به خصوص ملت‌های ساکن ایران درگیر این مسئله هستند. ناسیونالیسم کور فارس که هم جمهوری اسلامی از آن استفاده میکند، هم اپوزیسیون با دامن میزند، در واقع بخشی از مسئله هست که کار ملت ساکن ایران را دشوار میکند که به حقوق برابر و مساوی در یک نظام و سیستم در بیایند. و این مسئله در واقع یکی از گره هایی هست که به شکل های مختلف وجود داره که حل آن، باز کردن آن کار بسیار دشواری هست، چون ناسیونالیسم کورد در واقع راه حلی غیر از جنگ و ویرانی نمی بیند برای خودش. ما امروز می بینیم که خود جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حلی برای حل مسائل و مشکلات جامعه ایران باز نمی کند، چون بر اساس اون تفکر ناسیونالیستی مذهبی یا ایرانی شیعیسم فارسی دارد این مسائل را پیش میبرد. اپوزیسیون هم بخشی از این ناسیونالیسم هست که در خدمت جمهوری اسلامی هست برای پیشبرد اون اهدافی که در واقع به شکلی مشترک هست، یعنی قبول نکردن حقوق طبیعی مردم ایران، و این مسئله را برای ملت‌های ساکن ایران بسیار دشوارتر می‌کند و مبارزه ما را بسیار با مشکلاتی مواجه می‌کند. از مشکلات جذب گفتمان ناسیونالیستی هرم مذهبی قدرته که امکان مشارکت به همه گروه‌های ناسیونالیستی در قدرت رو نمیده، چون این کار مستلزم حد کمی از دموکراسی و تقسیم قدرته. اما عقب ماندگی ناسیونالیسم سنتی ایرانی و گرفتار آمدن در گفتمان باستانی و ایران شهری منبع خوبی برای رژیم اسلامی شده که به هنگام ضرور از اون استفاده کنه. ناسیونالیسم غیر حکومتی از دنیای دموکراتیک امروز و تبلیغ ناسیونالیسم مدرن و دموکرات فرار میکنه، چون در گفتمان ناسیونالیسم مدرن و دموکرات در یک کشور کثیرالمله همه ذینفع خواهند بود و هیچ گروهی در معرض تهاجم حزب قرار نمیگیره. اما ناسیونالیسم باستانگرا حاضر به تقسیم قدرت استعماری خودش نیست. این پارادوکس موجب بقای نظام جمهوری اسلامی در ایران شده. رژیم هر بار با تهدید خطر تجزیه در صورت سقوط او مخالفانش رو به عقب رونده. به عقیده من مهمترین مانع در برابر
جذب گفتمان ناسیونالیسم ایرانی اسلامی، ببخشید ناسیونالیسم ایرانی فارسی در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی ایران مسئله ایدئولوژیک اسلامی بوده. کسانی هستند در داخل رژیم که فکر می‌کنند که در اولویت باید مسئله ایدئولوژی اسلامی باشه و مسائل دیگه در حاشیه قرار می‌گیرند. برای مثال خمینی، اگه به گفته‌ها و نوشته‌های خمینی توجه بکنیم، کسی بود که بارها و بارها به مسئله این ناسیونالیسم تاخته. کسانی هستند که بعد از اون این راه رو ادامه دادن و در واقع نه تنها در داخل رژیم بلکه در خارج از رژیم، منظورم در خارج از رژیم کسانی هستند که از قدرت سیاسی شاید کمتر بهره بردن ولی در چارچوب گفتمان اسلامی شیعی قرار میگیرند، در واقع در چارچوب جمهوری اسلامی. به همین دلیل این افراد شاید یا این گفتمان مهمترین مانع بوده در برابر جذب گفتمان ناسیونالیسم. البته در برابر اون هم نیروهایی وجود داشته که این نیروها تلاش کردند که یک گفتمان سوم رو ارائه بدن به عنوان گفتمان مکتب در واقع اسلامی ایرانی، که همونطوری که در سوال قبل اشاره کردم مهمترین مسئله در دوره احمدی نژاد و به ویژه از سوی شخص مشایی بود که این مسئله ارائه داده شد و در واقع روی کاغذ قرار گرفت. گفتمان ناسیونالیسمی هم در ایران یکی از همون واژه‌هایی است که گفتم که از غرب وارد شده و این واژه مربوط به دموکراسی‌هایی است که دولت ملت‌های خودشون رو ساختن و مردم در کشورهای غربی چون که کار میکنن و مالیات میدن، دولت وابسته به مالیات این مردم هست، مجبوره که این رفاه مردم رو فراهم بکنه و یک دموکراسی در اون کشورها حاکم باشه. اما در کشورهای جهان سوم و کشورهای خاورمیانه که یک دولتی حکومتی بر سر کاری که فقط بر مبنای فروش نفته و هیچ احتیاجی نداره که به آرای مردم، هیچ احتیاجی نداره که مورد قبول مردم باشه و درآمدش از راه یک اقتصاد تک محصولی هست، این است که هیچ ابایی نداره از سرکوب مردم. و این گفتمان ناسیونالیستی در ایران که وارد شد تبدیل شد به یک نوع نژاد پرستی، یعنی اون مراحل سالم تکوین ناسیونالیسم در ایران انجام نشد، چون که در برگیرنده تمام ملیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف نبود. صرفاً ناسیونالیسم در ایران بر مبنای ملیت فارس و مذهب شیعه و زبان فارسی بنا شد و به همین خاطر آنهایی که زبانهاشون متفاوت بود و ملیتشون متفاوت بود، اونها در این ناسیونالیسم جایگاهی نداشتن و خودشون رو متعلق به اون ناسیونالیسم نمیدونستن. به همین خاطر این ناسیونالیسم سالمی در ایران برقرار نشد و یک نوع خودبرتربیدی و نژاد پرستی و پانفارسیسم آمد جایگزین اون ناسیونالیسم شد، چون که ما شرایط لازم رو برای ایجاد ناسیونالیسم سالم در ایران نداشتیم و این در کشورهای صورت گرفت که انقلاب صنعتی کردن و دوره روشنگری رو رد کردن و تکوین پیدا کردن، سکولاریسم رو حاکم کردن و مشارکت سیاسی مردم رو، و ما چون اون مراحل سالم رو نداشتیم صرفاً این ناسیونالیسم هم شکست خورد و فعلا در یک بنبستی جامعه ایران گیر کرده و باید که یک تحول اساسی صورت بگیره تا ما بتونیم به دموکراسی برسیم.